خانه آزاده رفتگیم در همین در خانهش در رفتم راستی کامرا در که آزاده زنه ممکن که دردی مرا بفهمم، ممکن که یک ذره ای حال دلی من خبردار شنوم. هیچ کس مرا درکم نمیکنه، ممکن آزاده مرا بفهمم. روزه دارم گرمی روزم آخرانش برآمد. درد همت تمام کنم، درد تمام کنم. بیا کنچه که چلیو قدره که میگه ایجا بیو. اخران آزاده گپا گفتم مرا از سودیو همشان جمع شدن بردن ازدیوت کرده در علاو خونه خسرم جو کردن. علاو خونه که جایی که نون میپزم علمه باستر 150 تومن سود یک گرم کمش که 100 تومنش کرد. مجبور شدم ای باری همه چیز گذاشتم، شستم کار کردم. دیدم با کاری تاجیکستان نمیشم. یک سال میشه که در غریبی با حاجی کار کردن میتونی اویله که چند سومای هیچ کس دیگه ندارم در مواجهت کار میکنم. هر وقت یادی فرزند میزنه دل جگر من سوزک میگیره. روز کار میکنم، چند بار اپیرس خورده روز کار میکنم، شب تا روز گریه میکنم در خانه. نمیتونم آخی پیشی کرد شکایت کنم. همه چیز مایی دوست دادم، هیچ کس نمیترسم. رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بله خواهد برادر خوب هستین؟ تشکر. بله سلام خودم را اول به تمام برادرای اهل اسلام میرسونم. فقط اونا کوشش کنن، چقدر کوشش کنن کانال شما را دستگیری کنن که تا چندی برای بیدار شوی مردم شود. من یک زن 25 ساله کمک میخوام درباره سرگذشتم روزهای تلخم، میخوام درد دل ما برادرای مهاجر، برادرای در وطن بده بدانن که من چی درد همه چی عذاب دیدم. وقتی که من 10 ساله بودم راستی گپ او قدر در یادم نمونده است. پدر ما کشتگیم. پدر مرا در یک مجلس خسته گپ زده، گپ حق گفت. هیچ کس نمیترسید. امروز من دختری همویم، از ما بین فرزنداش من شیردیرم. من مثل پدری من هیچ کس نداشت. من تا روی پدر مادر شدیده دنیا را گذشته گیدم. پدر مادرش 6 ساله بود، 6 ماه بود که مادرش گذشته گیه، هیچ کس نداشت. در سن 53 سالگیش پدر ما کشتم. 10 ساله به پدر ماندم، عذاب کشیدم. روزی شد همین گپ هیچ یادم نمیروه. ای حکومت شهر آدم رفتگی در خانه و چند بعد دخترها فرزنداش روان کرد که شما خانه بدروین کشتگی بودیم قطعی و چم هر دمان نمیده حقی خونه که بودم در پیشش. بعد همه تا گشتن سنی و چم گفتن که چی واقعه شید و خیلی همه خیل خیلی مرده را آوردن. بعدی چندین ماه آوردن دیگه می خیل سوت اکسپکسی اپیره سکت خون دیگه می خونه و در همه پرشید خونش با یگان راه قطعی من کده نتونیست. گشت سنی و چم گو کسی با کی میگه که بخیزه در مجلس گپ زنه. 10 ساله بودم، این 25 ساله شدگیم. 15 سال گذشت، 16 ساله همون گپی همون انسان هیچ یادم نمیرود که من گودک بودم. هیچ یادم نمیرود. میشینم میخزم همین گپ در ماینه ای سری من تو حوزی دور خوردیم سر. حکومت در ما صغیر پولی دودگی نیست. مدنی آیله مودکی ما بسیاری بدیم با عذاب زندگی را پیش بردیم. وقت طلبه مکتب شدم خیلی دختری کتر شدم، سطر کدم ایسین چی هفتیم سطر کدگیم تا دانی در مکتب با سطر میرفتم. مکتب در میدر آمدم سطر ما میکشم برای مالی مایده حق. مجبورم کدم برادر با والله بالله تعالی قسم مجبورم کدن. روز میشید که سنفی 10 بدم تا سنفی 10 ما خوندم. درکتری مکتب مجبورم کدم تاری مجلس کرد بر مبین نمو طلبا. که خواهر این کارهایی که در تاجیکستان میگذره اینا معلوم است که تمام مردم تاجیکستان به همین مصیبت گرفتارند. خب حاضی درد اساسی تا بگو خب تا بفهمیم. بله درد اساسیم برادرم زندانی شد. برای برادرم دانی در پریزن رفتم، دخترش همه جاش رفتم با یگان جاش نشد. قصر میلاد رفتم، کمال گفتنی ادام قبول کرد.
گشتم خیلی درد دل ما گفتم همین خیلی پرابلم عریضه قطی رفتگیم کجایش که رفتم به عریضه رفتم گفتم اصلا چی میشه حالی اکای ما که اکای ما را اوکالش زدگیان کیزلتا دست زندگیانش چلیکوش پاکش دگیای آخی چی کار کنم ای دستی من هیچی نمیاید دیگه گشت گفت که ستنه بریم در باری اکاد بشمونیم رمضان ای روزه دارم برادر باور کنی به خدا قسم رفتم دهنی در خانه آزاده رفتگیم دهنی در خانهش در رفتم راستی کامیرا دکی آزاده زن ای ممکن که دردی مرا بفهم ممکن که یک ذره ای حال دلی من خبردار شنوم هیچ کس مرا درکم نمیکنه ممکن آزاده مرا بفهم روزه دارم گرمی روزم آخرانش برامد درد آنت تمام کنم درد آنت تمام کنم بیرون تاچه چلیو قدره کی میگه ایجا بیو اخران آزاده گپا گفتم نخونش در آتی ما نیستم که مرا ببینن ممکن که با دردی ما برسن خواستی ندم که من بچه کمو جوادن خلاص کردم نخونیستم امیر در آتو پیش یکم متمکن نمیتونم یارم کن پدر مای دوست رفتگی وقت تایمسون طلب کرده توالت دانستم یاف کرده اگیر ده برادرم 10 سال زندانی شید را زندانی شید با جرم سلفی بدن بله در حالتی که در خورش خوندگی نبود این خاک ریش داشت قرآن میخونده برای همین قصد سلفی گفته رسیش کن 10 ساله بله میخواست که زن فردن چگیره گیرمانیا بروا دکومنت خوری لکتی به نکت رفتن چهار پیش میگو که او چقدر آمیدن مادرم ایجامای برادرم دوله نیستش هیچ کس دیگه ندارم در مهاجرت کار میکنم هر وقت یادی فرزند میزنه دل جگر من سوزد میگیره روز کار میکنم چند بار اپیرس خوردگی روز کار میکنم شام تا روز گریه میکنم در خانه نمیدونم آخی پیشی کرد شکایت کنم چیز مایی دوست دادم هیچ کس نمیترسم آدم عمر بایم کابلسایی که میترسم برادر نو پدر مادر دارن نو برادر دارن نو پول مال دارن خونه و در دارن میترسن که ایدست میترسن هیچی ندارم برای ایدست دادن یگان چی ندارم که ایدست بتون بترسم خدا لعنت کنه اینا را خدا جزیشم کنه خدا سپار زلیلی دنیا و آخیرت کنان شو حاضی خدا در آسیایه حاضی خدا در آسیایه حاضی در آسیا کار میکنم در آسیا کار میکنی از شوهر جدا شدگی علومه نمیتیانته علومه نمیتیان رفتی برای علومه تغری کردن چی گفتن بیا قطیمون یک بار خورا با تغری میکنیم علومه نمیتارید گفتن گفتم چندین بارها پیش سودش تا سودی عالی را به والله قسم آمدگیم تا حتی مسئول چی گفتن در سودی عالی چی گفتن در سودی عالی چی گفتن سودی عالی آمدم یک تشم تاری پیشی همون سودیه در آورده که مقصدش او جدیدم که دیگه شدن گرفته زنگ میزد مهربانی میکرد ای بری هم گذاشتم سودی دیگه در رفتم گشت گفت که بیو مایا شلتر گست زده مهمانم نگیرم اوجه کارو تالای مجبور شده به خاطر چی پرکاتوراش همه جاش به خدا قسم شکایت کردم وقتی که من میگم که شما در آسیا میگرده زنایی که طلاقشون میکنه انم تری میکنن زناتون میمونن یا پرابلم انمی ترش سود رفتی زن ترایی کردی بگجای اگر تو گفتیش که زن تبرک کار بود کس نشید تو سودیا قطیش خواه نروه زنت کارش بود نیست بعد من شما را مرخ تون نگم چی تون بگم اخی چی بگم تون شما را مرخ نباشه زنی ملت خواهری ملت اکش زندان کن خودشم میگن که بیا قطی ما خواه یا پدنالتی دیگه طلاقش کرده است حاملش کرده است کودک داشت است کودک خشن نگاه نمیکنه برای اینکه ای او بدبخت طول بگیره این زنک این مادری بیچاره چیکار کرده است سوریه میگه بیا اول قطی ما خواه بعد من علومینت میکنم کیای دمیجه نوها آیا من مرغ وقتی نگیتون مرغ نیستین
چیه نوکی دیگه؟ وقتی مصوم کردم برادر، وقتی مصوم کردم که من جای رفتن ندارم، هیچ کس ندارم، به کسی تنهایم، مرا از استودیو همشون جمع شدن بردن ازدواج کرده در علاو خانه خسرم جا کردن، علاو خانه که جایی که نون میپزن علمه باستر 150 تومن سود یک گرم کمش که 100 تومنش کرد مجبور شدم ای باری همه چیز گذاشتم شستم کار کردم دیدم با کاری تاجیکستان نمیشه یک سال میشه که در غریبی با حاجی کار کردن میتونی اویله که چند سومای؟ نمیشه آیله دم 35-40 هزار سومنای 40,000 روسیه پولی خیلی پته نه کوارتیر 6,000 میتون کامونال کمیتم دستم مایی بای دستم نمیشه و دختری 25 ساله توجیک زنی 25 ساله توجیک اینه انا ایرا میگن وقتی مرغتون میگم خرتون نکنه مرغ میگن یکون چی دیگهش نمیگن نمیدانستم چی کار کنم گفتم خودش یکندم بیماره گیمتا ینگا چی کار کنم شما خواب کنین تا روزی که اکم دست اکم از ظلم نکنم میدوندم روزی شده اکم بکر مارا رفتم بدنی در این بدره خواستم ایتر تاقش گیرم که خداوند پیش ایمه جزاش دادگی لطش کدگی معیب در خرابالا خوابه با والله قسم میخرم که نمی کمک شکل نمو داشته باشی ایش چیزی بهتر نکنم فقط مایل کوششم که با چی کار کنیم همه را استفاده برای یک استفاده بری انا که شوهیان وقتی که من میگم که شما سودیاتون تا وقتی که قطعی زنکا خواب نروند دکومنت کارشا بود نمیکنن بعضی میگن تو چی در طریقه میگوی هر یک قدمت که ایرسی از زناتون میگیم بره زکسامون اجدا کوکو انا بفهمه هر یک قدمش قطعی زناتون قطعی نمیتا سودیان هم تری میکنن فراموش نکنی دیگه فراموش نکنی دیگه رهپولی کده رفتم آمدم گشنه و تشنه 1 سال دو کردم یک المنتی بچه گرفتنم میتونم یک کرتش تو بوری کردم در کرتش سال گذشته است نگه میکنم تین گذراندگی نیستن هر وقتی مرا فیراد میکردم من میرفتم اچولا میجقید مرا فیراد میکرد من میخستم میرفتم اچولا میجقید و در سودیا و ایش اوش داده برای فرزندش رست خود نکرد مرگی طور مردک که برای فرزند خودت پل نمیتی زن تبرو ورده دهمی خودت مونده کرا ما مردک وپشه نبیدونم نومو چی بودم او مرغی شوهر تشیه نوم شا بگو وقت دبنم دنیا بشنوسش مونم تایی نو مردک کیا نومش؟ رحیم فامیلیش چیه رحیم ایشو رو بود؟ چه فامیلیش؟ فامیلیش هم بگو بشنوسش دنیا تو یکان زنه که دیگر با فریب نکنه رنگی خده چیه فامیلیش؟ شمسوف رحیم ایشو رو بود تو مرد نگوخته شمسوف رحیم کسی هستی تخت مرد نگو تو دیگه باید که زنکی تو زنک مرغ تو فضیلت داره تخم میکنه قط میکنه تخم میکنه گوش میخوری پاشه در تکسری میدوزن کیف میکنه تو مرغی تو مردک نیستی شمسوف رحیم تولدش چنده ای شمسوف رحیم 89 ایها پیش ایمه زن گرفته زنش سر دادگی بود من نمیدونستم بچه کتر گفته دادنم زنش از طلاق کرده بود قطعی من 3 سال زنده کرد بعد 3 سال رفته زنش چه گرفت بود چی کار کنم ای دستم چی میه کاش که داشتم کاش که بستدم در برم میشی کاش در این آمار محتاج نمیشید و برای 100 تومانه خدا خواهر صبرتون بودی انشاءالله که ما دعاگو هستیم انشاءالله این روزای سخت همش میگذرن و روزای خوب انشاءالله ای پیش ای من توصیه‌تون میتیم که یگان مردی مسلمان خوبه باشد شوهر کنه دیگه به شوهر نگرده شوهر کنه تا اینکه بتونه در قبط شما باشه خواهر بهترین کار و یعنی که ایمان شما کامل شدن هم و توسط شوهر کردن است یگان مردی مسلمان باشه به همین خواهر اگر یعنی برای خواهر پیرس خودگی میترزم دیگه آیا که من فرزندار میشم
خیلی گپ مهم نیست که در فرزند داشتم. بسیار مردی هست که فرزندشون نمیفوره دیگه. میفورشون ازدواج کنه برای ازنی فرزند تولد نکنه. هیچ مشکل نیسته. اما خاطر یعنی که من توصیه‌تون می‌کنم ان شاء الله ازدواج کنید تا اینکه ایمانتون کامل باشه تا اینکه بتونید زندگی کرده. نه حکومتش نه یکانجاش آینه بینالت که کمکش شکل نموداری خدا قضا گفته باش جوار نمارکم که ندم تا میگیره نمیدونم باید ای باری همه از من گریفت ایمان شما ای خواهر ولی ان شاء الله من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. هر کسی چیزی را به خاطر الله ترک کرد خداوند عوضش میتیه بهتر از اون چیزی که اون فکر داشت. خودت برای علومین 150 200 سومون ان شاء الله اگه شرمردی پیدا میشه که با خودت ازدواج میکنه هم فرزند تا تربیت میکنه نگاه میکنه و هم ان شاء الله که ایمان تو کامل میشه و ایمان اون برادری که یعنی که ازدواج میکنه ان شاء الله که چنین برادرها هستن. میارم فرزند معروفش میشه من نمیتونم ان شاء الله که فرزند هم میاری راسیه همش خوب میشه و هیچ چیزی نشه خواهر. خودت به خاطر الله ترک کرده تاجیکستان اومده ان شاء الله برای خودت عوضی نیک میتیه. خوب تلفن این خواهر هست ان شاء الله اگر مرد که مسلمان باشه و نامرد نباشه رنگی او بخواه اگر تلفنش میتیم بره صحبت کنه خوب ازدواج کنه ولی احترام داشته باشه زنای تاجیکه ولی اگر ترمرغ باشی خب پس یعنی که دیگه غم نتیه. سلامت باشه خواهر گرامی امیدوارم که ان شاء الله که روزگار خوبه براتون الله نصیب میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. مکان وادیگول ممکنه دورم دایس شروعی گاف زنیم خنون همون میشیم. گاف زن. همون زنی برآمد از گریا کرد که او شواری زنه اولاد چند ماشنا اغمش نسیم. او دکتر 100% گاف شروع میگه. اکای آدم خوری بد خوری داماچیتی که همون شویو کیای کاروچی. حجیای همون نویای شروبات هم اورا میشناسه. گرفتن اکاش آوردن داماچی تیخچون خوری موندن خیلی امامی مسجد موندن خواهرش با جیان شونه دادن بعد همین دختر 23,000 میداد اخیر دا همه خیلی با یک عذاب غمش داد ای اکاش بردن ترمه کردن او بچه یک دایوسی حرامای همه کیوش حجیان بدلیخچون حرامترین آدمای او رحیم شمسو او را با بابا جان میشناسم بابا جان آتش پهلوان همه بدونید که من خیلی آدمی حرامای همین دختر به حد عذابای زیاد داد این دختر 100% راست میگه به حد دختری با ایمانای اکاش به حد انسانی خوب بود همین را گرفتن یا عذاب دادن نه اکاش نگاه کردن نه این دختره اگر نه که میتونن که همونا یا تاش همین دختره با تمامی چی تامین کنن بردن در علاو خونه جوش کردن در علاو خونه یا ای خب به ایمانه اکای دارم حق باید میدونم او بیچاره را گرینی عذاب دادن با یک عذاب خیست تا جو برآمد رفت اگر نمیتونن همه در سوندارو همه بیزنسمن های شروعات همه بیزنس شروعات در دست جمعه بعد بیزنسمن شروعات کمتری باشه یا ای کم بغلشه که چی میتونه آدم بیزنسمنش کمتری باشه زنش برای و سودیا بگشت که بیا قطیت خورم مرگ طور بیزنسمن شروعات او یا دایوس یکا زن یکم شا همه خیل سر داد ای را با گرفت همه خیل کد ہوئی کد با زن یکم شا گرفت دایوس یکا اگر امکانیت باشه همون دختر که اگر زن او را من خوب میشناسم همین نمرای ما رفتین شکا از او همه تکا همه خیلی